یک باشنده ولایت مرکزی دایکندی از بی‌توجهی دولت مردان و حکمرانان دوره جمهوریت و طالبان شکایت می کند. باید در ولایت دایکندی کار شود. مؤسسه های محترم برای مردم کار. جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که در پی حمله نیروهای این جبهه بر طالبان در کابل 4 جنگجوی این گروه کشته شده‌اند. این جبهه روز یکشنبه 29 میزان با نشر بیانیه‌ای در شبکه X نگاشته که این حمله شب گذشته در جاده دالامان از مربوطات حوزه 7 امنیتی شهر کابل رخ داده است. جنرال موبین، شخصی که تبلیغات طالبان را در سوشال میدیا به عهده دارد، این بار با نشر این ویدیو به نوعی خواستار توهین به مردم هزاره بوده است. این خود نشان دهنده تاسو به کرکټ کرزګي لیدلې دی وزونه دلته راځه هزارګه دلته. منابع گفتند که افراد ناشناس پس از چاشت روز یکشنبه 29 میزان در منطقه دربخوش شهر هرات با پرتاب بمب دستی رنجر طالبان را هدف قرار دادند. در همین حال جبهه موسوم به اقتدار مردم با انتشار نوار تصویری مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کرده است که در این حمله یک جنگجوی طالب کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. در این خبر منابع محلی از شلیک دست کم 2 موشک به سوی میدان هوایی کابل خبر دادند. منابع گفتند که این موشک‌ها حوالی ساعت 8 یکشنبه شب 29 میزان از ساحل قصبه به سوی میدان هوایی بین‌المللی کابل شلیک شده است. به گفته منابع موشک‌های شلیک شده از نوع مزائل بوده است.